5 مورد از زیباترین زنان دنیا. تا آخر ویدیو همراه من باش، قراره درباره ایران سورپرایز بشی. سلام به نگاه قشنگ شما نگاه فکتی ها، خوش اومدید به این ویدیوی دیگه از چنل خودتون. اوکراین کشوری توی اروپای شرقی که به خاطر معماری تاریخی، غذاهای خوشمزه و فرهنگ مهمون نوازی معروفه. ناگفته نمونه الان ما تو سال 2025 و وضعیت اوکراین خوب نیست و درگیر جنگه. بگذاریم. زنان اوکراینی معمولا قد بلند، پوست روشن و چشمای رنگی دارن که باعث شده توی مسابقات زیبایی جهانی همیشه مطرح باشن، اما برنده مسابقات نبودن. ایتالیا زادگاه پیتزا، پاستا و هنر. شهرهایی مثل روم، ونیز تاریخ زنده این کشور نشون میدن. زنان ایتالیایی معمولا چهره‌های مدیترانه‌ای، پوست سبزه روشن و استایل شیک دارن. درسته زنهای ایتالیایی رتبه جهانی نیاوردن، ولی تو استایل حرف اولو میزنن. برندهای معروف گوچی و ورساچه هم از ایتالیاست. برزیل کشوری پر از طبیعت شگفت انگیز، از جنگل‌های آمازون گرفته تا سواحل معروف ریو. مردمش به فرهنگ کارناوال و زندگی شاد معروفن. زیبایی زنها تو این کشور بیشتر به پوست برنزه، موهای پرپشت و فرم بدن ورزشکاری شناخته میشه. جالبه بدونید که زنان برزیلی تو سال 1963 1968 برنده بهترین دوشیزه جهان شدن و تو سال 1971 برنده بهترین زن دنیا شدن. برزیل نه تنها تو بحث زیبایی حرف برای گفتن داره، بلکه تو پرورش ورزش محبوب دنیا یعنی فوتبال هم نقش اول بوده. ایران سرزمین فرهنگ و تمدن، سرزمین کوروش بزرگ. زیبایی در ایران معمولا با چشمای درشت، موهای پرپشت و چهره شرقی مدیترانه‌ای تعریف میشه. تو کشورهای غربی از زنان ایرانی اینجوری تعریف میشه: ایران عزیزمون به دلیل قوانین داخلی اجازه رسمی شرکت تو این مسابقاتو نداره. در یه صورت میشه که مقیم یک کشور دیگه باشی اما به اسم ایران ثبت نمیشه. لیلا میلانی بزرگ شده کانادا، متولد ایران، تو سال 2005 به فینال مسابقات کانادا رسید. سحر بی‌نیاز که تو کانادا زندگی میکنه تو سال 2012 قهرمان مسابقات زیبایی کانادا شد، ولی تو مسابقات قهرمانی جهانی موفق نشد. ما تو ایران زنان زیبایی داریم، اما متاسفانه به دلیل یه سری قوانین و محدودیت‌ها از این مسابقات محرومیم. هندوستان کشوری پر از رنگ، فرهنگ و تنوع. میشه گفت پرستش انواع خدا و ادیان، از کاخهای سلطنتی تا بازارهای شلوغ. هند همیشه شگفتی داره. زیبایی زنان هند با پوست گندمی، چشمای درشت و موهای براق شناخته میشه. زنان هندی یکی از پر افتخارترین ها هستن با کسب 9 قهرمانی تا به الان. پس اگه ملاک زیبایی این مسابقات باشه، هند زیباترین دخترای دنیا رو داره. ویدیو ما رو لایک کنید، چنل ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای ما با خبر بشین. حالا یه سوال، شما موافق قوانین کشور ما هستید یا مخالف؟